yes man میدونی؟ آره دیدی؟ امروز قراره یه هنر خیابونی یاد بگیریم. یکی از هنرهای خیابونی چیه؟ ای گفتی؟ آی سیاه زنگی دلما نکن خون. یکی از هنرهای خیابونی اینو این محمد نداده بود به من. تو چرا بستی؟ این مثلا مال محمد من این بعد محمد داده بود اینو من ببندم. حتی بلد نبودم ببندم اینو. بچه‌ها امروز قراره بریم دماغشم باش پاکه. بدیم اینو میذاره تو دهنش ما داریم اینجا زحمت میکشیم. آقا امروز قراره با هم بریم هنر خیابونی، یکی از هنرهای خیابونی یاد بگیریم، گرافیتی کار کنیم. بریم یه تره لاتی و خفن بزنیم ما. حالا مربیمون کیه؟ این قرم ده کسی که اصلا باورشو نمی کنید. من چی گفتی؟ یه بار دیگه بگو. باورشو می کنید. بچه ها محمد کارش کلن گرافیتیه، یعنی گرافیتیست میگن. گرافیکس کار، گرافیتی آرتیست. گرافیتی آرتیست. این چیز جمله‌های سنگی ما میگیم نقاشی رو دیوار. ولی الان محمد قراره بچه‌ها هنراشو اجازه بدین یه لحظه. من بچه‌ها اینجا رو نگاه کنید. اینجا رو نگاه کنید. اینا عکساییه که محمد، اینا هنرهای محمده. اگر انشالله شهرداری نیاد بگیرتش هنرش اینجوریه. کارش خیلی خبره. من خودم کارش خیلی دوست دارم. نقاش خطاته و محمد کار درسته، گرافیک کاره. به تازگی هم یه چنل یوتیوب زده. اینم این آیدیش خیلی دیگه صفحه ها پرشه داره دیگه. این آیدیش دوستان اگر ایشالا دستگیرش نکنن قراره توش فعالیت کنه، ادامه بده پروانه. الان قراره به ما یاد بده ببینیم چقدر بلدی. ببینم قراره یه استعداد گرافیتی آرتیست هم ما بکشیم. او درست گفت گرافیتی آرتیست. گرافیکس کیه په؟ چیزه کسیه که فیکس میکنه. گرافیسته اون داداش. گرافیست. آفرین دوستان. من گاو بارم نیست، نقاشیم هم که به شدت تو شخمیه. و الان میخوایم با هم ما طرحامون رو انتخاب کردیم بهتون نشون بدیم. نمیگه. آره نمیگه. طرح معمول نیما قشنگ‌تر ریده. ولی من و نیما طرحمون انتخاب کردیم. قراره این استاد بهمون یاد بده که ما چجوری اصلا ویدیو طرح‌ها رو می‌بینید بچه‌ها. اینطور صداشو بذار. صدا اسپری. عاشق این صدا بچگی آرزو داشتم من اسپری دستم بگیرم. الان ما اسپرینامون هم بخریم یا محمد بهمون میده؟ آره میریم رنگ می‌خریم. محمد از کجاش میده؟ باید بریم رنگ بخریم، طرح‌های خودمون رو بزنیم و محمد اصلا بهمون یاد بده که اسپری رو چجوری باید بزنیم. من تنها اسپری که دستم گرفتم اسپری زیر بغل بوده. بریم رنگ بگیریم و بریم سراغش. بزن. سلام عرض. سلام. وقت بخیر. خوبین؟ قربان شما عزیزی. بسم الله الرحمن الرحیم. خب محمد جان شما باید به ما بگی. اسپره نیست. ما اسپره باید بگیریم. اسپره باید بگیریم محمد. اسپری. خب محمد به نظرم که بده من یه لحظه تو الان باید بگی چیا بگیریم. چه رنگی باید بخریم؟ خب بسته به طرحمون هر کدوم اسپریمون رو جدا جدا میگیریم دیگه. من اصلا یادم نیست طرحم چی بود. خب دوستان ما همینجا باید تصمیم بگیریم که چه غلطی باید بکنیم. خیلی کار داریم. حالا کار داریم. بریم سریعتر ما رنگمون رو انتخاب بکنیم. ما طرحمون رو انتخاب کردیم. نیواد متاسفانه خب همونطور که میدونید نصف مغز رو نداره. باید کمکش بکنیم که بتونه رنگا رو انتخاب بکنه. بریم انتخاب بکنیم رنگا رو بخریم. من نصف مغز کور رنگی داره به من میگه. بریم محمد بهمون یاد بده که چیکار باید کنیم. به نظرت کدوممون بهتر گرافیکس کار میشیم؟ از اون جایی که نیواد طراحی انجام داده و طراحیاشو دیدم احتمال میدم که نیما برنده بشه. دیدی گفت طراحیاشو چون دیدم من ریدم تو کله. نه این دوتا واقعا طراحیاشو خوبه. آقا من یه طرح خفن میزنم قشنگ کفتون ببره. محمدم قراره بهم واقعا معذرت میخوام ببخشید. فقط الان باید ببینیم چه رنگایی باید بخریم. بریم این بگیریم. زدن طرحای این دوتا طراحیاشو فوق العاده. این که هیچی خودش کارش خداست. ما همون وسطای دستی و آتش داریم. نیما تو دیواره بنده خدا. آره من متاسفانه تو دیوار که هیچی اصلا تو دیوارم رام نمیده. نقاشی کشیدنم در حد آدمکه. اونم خط صاف نمیتونم بکشم متاسفانه. حالا باید بریم چیکار کنیم. خب بچه‌ها ما
مرحله بعد از اینکه رنگو خرید، من رنگای خودمو خریدم. اینا رنگای منه. خرید محمد. همه چیزو موفق اومدیم پای دیوار کارو شروع کنیم. الان مرحله بعدی این بود که دیوار پیدا کنیم. الان یه دیوار پیدا کردیم. جفتشو با موفقیت انجام کارو بدیم. شروع بکنیم. استاد به ما یاد بده که چجوری باید گرافیتی کار کنیم. هیچ وقت فکر می‌کردی بشی استاد من و نیما؟ جالبه. نه واقعا. چه حسی داری؟ جدی خفنه. بریم طرحو منتقل کنیم. الان ما چیکار بکنیم الان؟ اول باید طرحو منتقل کنیم رو دیوار. طرحاتون رو که انتخاب کردین، رنگاشون هم که گرفتیم. آره با چی باید منتقل کنیم رو دیوار؟ با گچ طرحو اول میندازیم رو دیوار، بعد شروع می‌کنیم با اسپری کار کردن. با گچ باید بکشیم پر؟ آره، من فکرم باید با اسپری مشکی و چیزی. اولش با اسپری اگه خطا بزنی دیگه جای برای ریدی دیگه. دیگه پس ریدی اول- تمومه. پس اول با گچ کار بریم. بچه‌ها این دیوار نیواده، این مربع این دیوار نیواده. این یکی مربع دیوار منه. خب من الان باید چه غلطی بکنم؟ یا وایسا. الان من چیکار بکنم؟ شما بفرمایید ببینم. طرحو با گچ اول میندازیمش روی دیوار، درسته استاد؟ بعد جایش که اشکال داره رو از دور گچ‌ها رو طرف بکنیم. از کجا کش رفتی اینا رو؟ داره آره، گچ نه. کارش هم رفیقم مدرسه واسم 1-2 کیلو آورد. ببین حال کردی گفتم این یه جا بلند کرده. ایول چیزه ادیتور سانسور خوبه مال مدرسه رو باید چاپید قاپید. الان طرح منو میخواد بکشه که من با اسپری بکنم رنگش بکنم. با پرگال بکشی. پشمام چقدر قشنگ دایره کشید. خب حالا طرح من لو میره ولی نه اون کار نهایی مهمه. چگویی داری مخیری؟ تمرکزشو به هم نزن. تمرکزشو به هم نزن. خب ما فکر کنیم من الان این طرحو باید خودم میکشیدم. من نمیتونم اصلا. این مال منم محمد بکشه دیگه، چون من 2 روز طول میکشه فکر کنم بخوام بکشم به این سرعت. پشمام این هنر نقاشی جدا هم اینجاست. جدا من ریدم توش. نقاشیم صفر. آدمک میتونم بکشم. این آدمکای 8 میکشی، بعد یه خط میکشی دوری 8 میکشی، بعد میرسی بالا اون گرده رو نمیتونم باز بکشم. در حد 2 تا 8 اوکی ام. همین فاصله که 1 ثانیه دارم حرف میزنم این کشید تموم شد. نه طرح منو کشید پشمام. خب این طرح نیماه که پشمام یزید. بریم سراغ طرح نیوات. من یه بار دیگه اینا تو فعلا وایسا من برم طرحمو بزنم. یعنی چی؟ بیاید بچه‌ها اونوری. بچه‌ها اینم دیوار منه. اینا که البته مال دولته ولی خب داداش ما و دولت نداره که. آره الان یه دقیقه من ببینم خودم نمیتونم طرح بکشم. نیواد. یا محمد جان بیا بکش قربون دستت. باور کن رنگش هم نمیتونیم بکنیم نیواد. اینجا کلش باشه محمد. کلش برو اونور. واقعا نقاشی رو خیلی دوست دارم. خیلی دوست دارم. داره چیکار میکنه؟ طرح من خیلی لاتی یا خفنه. بیا جلو دوربینو. داره معلوم میشه دیگه. اینا دیگه قشنگ مشخصه. چقدر خوب کشیدی. آره حاجی. از اینی که تو اینترنت هم خوشگل‌تر شد محمد. قوز کمرشو میخوای کمتر کن. فکر کنم چیز دیگه میخوای بگی. نه قوز کمر. قوزه کمر. خب استاد الان شما چه حسی داری؟ داری به 2 تا نوب یاد میدی که گرافیتی چجوری؟ تا حالا به کسی یاد داده بودی؟ من بعضی وقتا میرم یه سری خوششون میام پیشم، منم استقبال میکنم. آره مثلا میدم رنگ کنن جای آسونشو میسپرم بهشون. به دوربین بای بای کنید. تو کانال 4 قراره پخشه. شبکه 4 رو سگ نگاه میکنه. استاد دندوناشو ریدی استاد. نه بابا اینا چی مهم نیست. ایناش مهم نی اصلا. چرا؟ چه استاد میگه الان. من دوستم حرف استادو نقص کنم. تو همه چی رو نقض میکنی عزیزم. تو برو طعم اسباب بازیت فکر کن. اسپری بهش بدی مزه کنه. آره میکنی الان جدی. فهمیدم چی میگه. تو هیچ وقت نمیفهمی چی همه میگه. اسباب بازی. خفه استاد شو. واقعا دیگه چششو ریدی. نه بابا چرا؟ استاد چششو خودم میکشم. چششو بذار خود دست خرش بکشه. خودت بیا. اصلا همین که تا الان واسط کشیده اصلا اینو میشه پاک کرد؟ خب دوستان اینم طرح نیواده. دایناسر. تیراناسور تیرکس. الان محمد بعد از این چی میشه خب؟ جزئیاتشو بده من خودم اضافه رنگ کنم. میکنی. بده بهش اصلا دیگه دست نمیزنی. اون گنده رو بده گنده بیا رو. اینجا ببینم. بیا اینجا نیواد همش گو میخوره. به هیچ بابا چی بذار نمی‌فهمی. نکته استادیشو برو بده. ریدی هی داره حرف میزنه کار میکنه. بیا عزیزم بیا دور دیگه. اصلا بیا این قدرتو نمیدونه. تو به من یاد بده که باید چیکار بکنم. من الان چیکار کنم؟ رنگ کرد. رنگ کردن. آفرین. شروع کنی
کار کردن. خب اول اسپریا رو بیا تکون بده. حاجی بحث مورد علاقه من همین تیکه. اجازه بده. وایسا. من اینو در بیارم. خب What the fuck چه حرکتی افتاد تو دوربین حرکتش و پشما. خب الان تو داری طرحو مرتب تر میکنی درسته؟ خب بچه این صدا رو داشته باشیم. من عاشق این صدا. اول جی تی ای رو بازی کردم. آره اول بازی نکردم ولی خیلی معروفه. بچه نیما گرافیست تو کامنت درست گفتم. گرافیست به گرافیست نداره. گرافیست تا چیه؟ این گرافیتی آرتیسته. گرافیست که با کامپیوتر لوگو نمیدونم اینا میزنه. آو چی باید بگم الان؟ گرافیتی آرتیست که هنوزم نشدی. نمیشی اصلا. بچه خفه شو کسا بریم گم شوین ما یه رنگ دیگه. بچه نیما گرافیتی آرتیست تو کامنت حرکت داشته باشین آقایون. اینجوری بزن. آه دیدی؟ بعد اینجا رو آقایون دیگه نگاه نکنین ایتکشو. حواست به لباست باشه نابقه. ببین تمام محمد. بچه اینجا رو کن. دستت باشه. چه شکلی زدی باشه. خب حالا دوست داشتم میشه. اوکی. هرچی بزنید. نه این محمد حرکتمو. شما اول کلش رو رنگ بکن. بچه سیاهه این زرده. الان پایین شروع کنم رنگ کردن. عمل فاز. بچه من تو این چشه الان قشنگتره یا اون چشه اول؟ این به نظرم قشنگتره خدایی. خب یه آر بکشم اینجا. نه نرین تو دیوار. خیلی صداش باحاله. تا میادیم برای ستونه. من میرم توی این دوربین شیک بزنم. چیکار کنم الان محمد؟ الان با مشکی قسمت‌های مشکیشو شما شروع می‌کنید به رنگ کردن ولی اول یه ذره رو اونور که لباس یا فشار اسپری یه کم می‌کنه. هوای اسپری رو خالی می‌کنی که رنگ کمتری بگیری. داره اسپری رو هدر میده بابا. اسپری مشکی دستم. آقا اوکی برو. اسپری مشکی دستمه. پول تو داشبورد نیواد عقبه. درسته. نه برو ادامه خواستم. بعد رنگ کردنش نباید اینطوری باشه که مثلا یه لحظه ببین نگهداری اینجوری شوره. چرا رو طرح من میرینی نکن. خیلی خوبه عالیه. به نظرم یه ذره آبی هم بزن بهش. محمد نه جایی زدم که خراب نشه. جایی زد که اینش خراب افتاد. نشه وسط طرح من زد. اونجا قرار کلا مشکیشه. اه دست دائم باید حرکت کنه. اگر یه جا وایسه این شکلی میشه. الان اینجا اشکال نداره ولی اگر اینجا این کارو بکنم اکات خارج میشه و بکات خارجی هیچ گویی نمیتونیم بخوریم. نه یه رنگ روغنه و اسپریه کلا حرکت خاصی نمیشه زد. خب من قطعا میرینم پس. اوکی. حالا شروع میکنم من خطای دورشو میرم تو توش رنگ. کاش رو کاغذ بهمون یاد میدادی. نه دیگه همش رو نیما بزنی آقا. یعنی چی این چرا انقدر حرف میزنی؟ گو میخوره. آقا خب بزن استاد بزن خودمون تلاش کنیم. آقا من میگم این فرصت رو به ما بده استاد ما خودمون کار انجام بدیم. برو پاچه خواب برو دستمال تو تو. کمک نمیخوای. چرا بزن وقتی بد نیاز پیدا کردیم بیایم خب سراغ. من هنوز نمیدونم من چه گویی بخورم. توضیح تو بده. مداد دستت گرفتی نیما تو دیواره. بابا نه توضیح رو بهمون بده بعد ما خودمون انجام بدیم. دمت دیگم واقعا. حرف دل من. خیلی برو. یواش شروع کنیم. به نظر من خطا رو همینجوری زدن و بابا پشما بده من بزن. نیما الان می‌رینی. نداری. وای و اینکه خیلی دور بزنی باد میبرتش خیلی نزدیک بگیری شوره میکنه یه فاصله مناسب شروع کنی. خب الان بزنم. بزن. ببین خوب میزنم. رو عکس خب بریم آقا. بریم. دوستان من یه طرحمو دوست دارم نشون بدم. آقا آره این دیگه طرح بچه‌ها منه. دیگه تاشو رفتن. این طرح منه. ها چی کی بوده؟ خب مثل خودشه گوگل. آقا بریم. خب بچه اینجا رو کنین. بیارش خور بالا. من فقط همین هم زدنشو احساس می‌کنم خوب انجام میدم. خب گفتی که دور. آها دور. خوبه؟ آره عالی اکات اصلا بیرون نزن. ماشاءالله. ماشاءالله. یه جام نگه نه عالی. خوبه؟ تا الان تقریبا کلاشو کامل رنگ کردی ایول. خوب بود؟ آره خوبه. پشما کوفت. بسوز پوفیوز. اون گوشه کلاشم رنگ کن که میگه. ریدی
رید بچه‌ها رید. درستش کردم. نیواد بذار یه ذره اینجاشو خوب زدم، یه خورده اینجا خط در آوردم. یه وایسا. کوچولو رو خط بری اوکی ها. پوشونده بشه اشکالی نداره رو خط بیاد. الان اوکیه؟ پشمام اینو من زدم. استاد میگه اینقدر خوبه. خب بقیه قسمت‌های مشکیشو رنگ کنم، درسته؟ خب بچه‌ها دیگه بریم، من برای ادامه کارا رو انجام بدم. من استادو با خودم میبرم، دوربینم میبرم، تو به این طرح مزخرفت برس تا من بیام. چه غلطی داری؟ چقدر باید اینو تکون داد؟ اونقدر که تو تکون میدی لازم نیست. هم یه اینجوری آره یه اونجوریش کنی ردیفه. طرح نیواد تقریبا میشه گفت مال نیما سخت‌تره. آره من قدم سختری برداشتم بچه‌ها. حالا بریم سراغ رنگ کردنش. من الان مشکی ندارم. دورام اومدم با آبی بزنم. آره اول آبی بزن بعد دورش رو لاین مشکی میریم. این حرکت اینجوری‌ها بزن. نه داداش. چه رنگ آبی خوش رنگی انتخاب کردی خدا وکیلی. داش من سلیقه‌ام خیلی خوبه. مخصوصا تو انتخاب رفیق. نگاه نکن اون گاوه نمیفهمه. کاش نیما میتونست همین حرفو بزنه. اصلا چه تری زد به نیمه واقعا استاد. اصلا یک چه تری زد، چه تری زد. قشنگ پس بده واقعا داری خوب میزنی انگار بلدی. دقت کردی هر جا میریم همه بهم میگن خوب یاد میگیری. آره، همه بچه باهوشیه. جدا نیواد الان خوب زده. بیا با هم بریم نیوادو ببینیم یه دقیقه. طرح من خیلی حرفه‌ای‌تر از نیوادم توه. آره خوب زده. قربونت برم من. من مطمئنم طرح نیواد خیلی خفن میشه. ایول باریکلا، بالاخره نیوادم یه تعریفی ما شنیدیم. بچه‌ها اینجا رو نگاه کن یه دقیقه. اصلا یه همینجوری محمد بگی بچه‌ها حرکت رو داشته باشیم. الان تر نزنم خوبه. اینجا رو نگاه کنید بچه‌ها. باید خط صاف بکشم اینجوری بیارم. یه خورده تمرین لازمه ولی نداری شوره میکنه خراب. باشه اوکی. باریکلا. خوبه؟ آره. بسش کن اون یکی بالاییه. آره فاصله بینش خوبه؟ عالی مثل گل قالی. بچه‌ها تا اینجا کار خیلی محمد ازم تعریف میکنه میگه یه خوش. مشکیاش تموم شد. الان دیگه باید بریم سراغ زرد. هیچی مشکی نداره دیگه؟ نه دیگه بعدش آخرش لایناشو میریم دیگه الان مشکی لازم نیست. خب تیکه هایش که میدونی زرده رو زرد کنم خیلی راحت. تیکه هایی که میدونم زرده رو زرد کنم. خوبه محمد؟ یه ذره بیشتر اسپریتو تکون بده. بچه نیواد داره دایناسورش رو رنگ میکنه و واقعا هم خوش رنگ و خیلی باحال شده. بازم هم بزنم الان؟ آره الان دیگه میتونی رنگ کنی نیما. محمد ریدم محمد شوره کرد. نیمای دیگه کارش ریدنه. اون خطر رو خیلی خوب کشیدی. بده من دیده. امو واقعا رنگ زرد همیشه آشغاله. قلمو هم آبرنگ آدم درست کنه رنگ زرد همه رنگی رنگا میشه. زردش آشغاله. خب آقا پس من تقصیر کار نیستم دیگه. مرسی. استاد من تو چه مرحله ایم؟ عالی. رنگ کاری خدا وکیلی؟ نیما پایینشو چرا زرد کردی؟
پایینش مگه دست ریدم. داداش گفتم رو عکس نگاه کن این چیه کشید؟ دستشو نمیتونی اینجا بیاری یه دونه انگشت بذاری؟ اسپریشو بزرگتر میکنم که اون بره زیرش ولی دیگه ترکاری نکن. باشه از رو باشه. عکس هم یعنی اشتباه میکشی تو؟ حاجی اصلا رنگ زرده انگار رنگ انه اصلا هیچ زرد کلا این چیزیه. بعد میگفتی به استاد قرم من زردشو برای اوکی میکنم تا بیا میخوای نارنجیشو. چرا شکمش رو تا اینجا آوردی؟ حاجی نه دیگه داداش ناموسن. آها اینجا شاید مشکی میکردی مشکیه؟ نه این نارنجی نه. مشکی مشکیو بده مشکی بذار من اینجاشو درست کنم من خوب درست میکنم یا نه؟ همون خط رو ادامه بده. آره خوبه. جدی؟ الان آستینشو تقریبا قید کردی داداش. بذار یه آستین جدید واسه. ریدم آره بذار یه آستین پشمام جدید. ریدن بچه‌ها، کار خیلی- توه. خیلی بد ریدم اینجا شو باز بهتر شد. محمد کارش برافرین باریکلا. محمد میخوام عین تو که اینجوری میکشی قشنگ یه خط در میاد بریم ببینیم میتونم سریع بکش و خیلی هم اسپری رو نزدیک دیوار نکن. اینجا خوبه آره. اوه. چه خوشگل شد. بزن گیو می 5 ایول. خوب کشیدم آره ماشاءالله. ایوه حالا میخوام اینجاشو برم برو. خوبه آره عالی. این شهاده رنگ کن. خودم پشمام ریخته اصلا خوبه آره. استاد دایناسور من یکم شبیه یولا شده. اشکال نداره به خودت میاد. محمد اومده امروز برینه به ما مخصوصا نیواز من واقعا اعتراض دارم به این استاد. اینجا زرده اینجا نارنجیه. تو این تیکه رو اصلا کلا ول کردی رفته. خب خب این بالاخره جزء یکی عینای دیگه تو نقاشیه تو دیوار که نیست. آره گذاشته بودم بعدش مثلا ببین آها تو چجوری رنگ میکنه ببین من تصمیم گرفتم این تیکه رو حذف کنم. ببین اینجا تا اینجا گردنشو میخوام عمل لیپوماتیک میخوام واسش انجام بدم. این تیکش میخوام بره. به نظرم سفید کنیم بعد توسی بزنیم. ببین الان به نظر گردنش اینی که من کشیدم خوب میشه. آره. ببین اینجا بیاد اینجوری بره به این وصل. حسا با قلمون کاری نداریم ما اصلا آخرش دیتیلاشو با قلممون اضافه میکنیم. اوه مرسی خب بریم لاینای کار نیوادو با هم شروع لاین کنیم. چیه؟ خطاشو بریم خطای دورشو بریم. با مشکی الان آره، میکشیم. الان او با ایول مشکی آخ جون لاین خیلی دوست دارم. خب من کارم تمام شد میایم سراغت. شما برو. کمک نکنم نه دست نه، قربونت باش. برم چون نباشی خودش کمکی داداش. خب نیواد من اینجا شو لاین مشکی برم که اون ورشو دیگه هست کنم ها. میخوای اینو آخر سر بریم چون شاید تغییر کنه. الان بیا بالا شروع کن برو. خوبه به یه دردی خوردین نیماه. اوه چه تمیز میشه پشمام. خوبه پشمام. عمرم بتونی الان این خط رو بزنی چشمشو یه بار دیگه با گچ بکشم فکر کنم. آره چون نمیدونم چه شکلیشه. بده باقیشو خودم بکنم. خب بچه طبق طرح بنده من باید الان یه اسپری اینو اسپری کنم فقط یه رنگ بگیره تا خوب. آره عالی. همشو همون مدلی برو. بچه نکن اینجاش خیلی حساسه ها گش. وای خب دوستان در حال مشاهده عملیات فرار من و نیما هستیم. قراره 2 تا پا داریم 2 تا پا دیگه هم قرض کنیم. داری دور میزنه میاد. ران الفرار آقا بیا سری تمامش کنیم شاید باورت نشه تا حالا برای من پیش نیومده بود بیان بالا سر ولی امروز اومدن دیگه. پشمام ببین بچه اگه این ویدیو رو دارین آب میبینید یعنی ما دستگیر نه اگه دارین این ویدیو رو میبینید یعنی از زندان بچه تا حالا اینقدر تون ندویده بودیم من و نیما. آی خدا بچه ها ما
رنگ کلی خریدیم که بعد از اینکه ترکاری همونو کردیم اگه بد شد رنگ کنیم برگردیم به حالت قبلی، اگه وقت بکنیم رنگ میزنیم و برمیگردیم به حالت قبلی اینجا رو. اسپرس سفید به من میدین؟ اینه؟ نیواد اسپره چیه؟ اسپری. برو بابا حالا چه فرقی میکنه؟ الان تو این شرایط سخت و پر استرس من چه بگم اسپری چه بگم اسپره؟ خورده برم عقب‌تر بشه، اون کار منو ببینیم. او بچه‌ها اینو ولش کن، این گاوو ولش کنید، این منو نگاه کنید. اینطوری عکس بگی محمد اینجا وایسا کن. نه جلوش وایسادی اینجا. خداییش قشنگ شده. استاد یه جوری ریدم انگوشتاشو اصلا باید آفرین تاریخ ثبت کنی. آفرین نیواد آفرین ریدی رید من دوستان جاشو دست رید میزنم. برم سراغ کمرش. کمرش باید نارنجی شه. ببینم چه میشه. هیچکی مثل من نمیتونه خار کمر بکشه. خاره کجا بکشه؟ خار کمر. به اینا میگن یال دیگه، خاره کمر چه؟ نه برو تو برو. اوکی. یکی وضعش خراب‌تره. نیواد پسرم دستاشو یه جوری ریدی دیگه منم نمیتونم کاریش. خب بچه کار نیوادم تقریبا تمومه، میریم با هم لاینه آخریشو بزنیم، فقط کمرش شما مونده. کارو ببینید بچه‌ها. خدایی خیلی تازه میخوام این خطای کمرش هم بزنم. ناموسا اصلا قیافه‌شو نگاه کن. مثلا میبینی آدم میرینه. بابا خدایی کار من خوشگل تره. برو آخر سر. برای من کیوت و گوگل تره دیگه، قبول کن. این لاینای اینم میری؟ دورشو برم؟ آره فقط دورشون. آجی واقعا خفن شده. خب بچه‌ها بابا بیا بود سر بیا. دست دنگی نزنید به من. نه استاد دست. خب بچه‌ها رو نشون بدید رنگی. این کار محمده. اثرای هنریمون. اینم واسه منه. اینم واسه حالا این درس. خدا وکیلی سدیچ کار تو میزنه. اصلا دایناسورم جوجه تو میخوره. خودت هم جوجه‌ای. با توجه به اینکه نیواد تجربه طراحی داره من ندارم. خود چه ربطی تو تجربه طراحی داره؟ تو اصلا نقشمونو که خود محمد کشید. برو فقط سلیقه من بهتر بود ببین دیگه. در کل آوردن طرح روی دیوار اصلا ربطی به کاغذ نداره، چون این ابعادش خیلی بزرگه و واقعا کار سختیه. ولی جدی میگم جفتتون برای بار اول خیلی خوب کشیدید. قربونت برم. آدمو خوب بوده. عشقی. عشق منی. بچه‌ها به نظر شما کدوممون بهتر بوده؟ یه نما بهتون من دیگه بچه‌ها قربونتون برم. خدا کی دایناسور رو نگاه کنی. برو اونور که بچه‌ها ببینن. برو شما. دایناسورم میخورته. بچه‌ها کار منه. بچه‌ها امیدوارم که از این ویدیو لذت برده باشید. بچه‌ها دمتون گرم. مرسی از محمد که ولی خدای دایناسور من بهتر شد. گرافیستی کار کردن بهمون. بابا لاغت اسمشو یاد میگیره. ولی استاد خوبی هست. آفرین باریکلا. خسته نباش. ایول یه نفرم به من دست. بیا منم بده. عشق منی. قربون تو برم. خیلی زحمت کشیدی. تا ویدیو بعدی همینجوری شاد بونرژی بخفه. تو یه بچه‌ها خدا قربون همتون برم. بچه ها ما اون روزی که داشتیم اینجا رو این اثر هنری رو خلق میکردیم نور رو از دست دادیم رفتیم و دوباره اومدیم که بخوایم رنگ وسایل کنیم. پاک کردن آره. این دو تا اثر زیبا. بر رنگ مناسب هم خریدیم که هم رنگ همینجا بکنیم، ولی حقیقتا اومدیم دلمون نیامد. جدا دل اصلا خیلی خوشگله. خیلی کیوت خرمن رو نگاه، خیلی خوشگله. میخوایم شما تصمیم بگیرید بچه‌ها. اگر فکر کنین بامزه است اوکیه بذاریم بمونه، اگر نه حتما تو کامنت ها بگین
که یا بمونه یا بیایم پاک بکنیم. تصمیمش با شماست آره. بچه‌ها که بمونه یا پاک بشه. رنگش هم گرفتیم داریم الان همه چی آره همه سینی چیز همه چی آماده است داریم. اینا گرفته ولی بودیم که دلم پاک کنیم. نیومد جدی خیلی اصلا فکر کنم من اولین نقاشی که رو دیوار کشیدم اینقدر خوشگله. نیواد اینقدر خفن اصلا خیلی ولی مهمه. دقت کرده هیچ ربطی به هم نداره. هیچ اجدهای. آره همونطور که من هیچ ربطی به تو ندارم خدا رو شکر. تو نقاشیمون قشنگ دیده میشه. امیدوارم این ویدیو لذت برده باشین. دورتون بگردم.